بریم با هم آموزش سایه کات کریس با شاین برند فامکیاج رو ببینیم. اول از همه برای زیرسازی سایه با کانسیلر تارت شروع میکنم. کل پلکم رو قرار میدم و با بلندر نمدار کاملا فیدش میکنم. با پودر فیکس ضربه‌ای خشکش میکنم. با براش سایه گذاری یه هلال شبیه به کلاه آی فارسی توی قسمت کریس پلک یا زیر استخوان پلکم در میارم. حالت رفت و برگشت فیدش میکنم و کم کم رنگ‌های تیره تر رو از زیر خط اضافه میکنم و باز رفت و برگشت با هم دیگه فیدشون میکنم. از 3 رنگ قهوه‌ای روشن، متوسط و تیره استفاده میکنم. برای کات سایه از براش زبان گربه‌ای و کانسیلر فورور 52 استفاده میکنم. یه هلال توی قسمت گودی چشم ایجاد میکنم و کل پلکم رو کانسیلر میزنم. روی اونو با یه شاین صدفی و رنگ مسی برند فامکیاج کاملا شاینی میکنم. برای گوشه چشم از براش‌های ظریف استفاده میکنم و یه خط چشم فید.